هر که در اصل بد نهاد افتاد، یعنی کسی که ذاتش بده، هر که در اصل بد نهاد افتاد، هیچ نیکی از او مدار اوید. زان که هرگز به جهد نتوان کرد از کلاغ سیاه باز سفید. هر که را دور چرخ جا میداد، با بصارت نگشت چون جمشید. بید را گر بپرورند چو عود، بر نیاید نسیم عود از بید. چند تا مثال برای کسی که ذاتش یه جوری نمیشه عوضش کرد. از کلاغ سیاه باز سفید نمیشه تولید کرد. هر چقدر هم نگهداری کنی، پرستاری کنی، تلاش کنی براش. میگه هر کسی یه جام بهش بدی نمیشه جمشید. یه شعری از ساحر باقری، شاعر خوب روزگار رو میارم افتاد، میگه که اگر حافظم یاری کنه: دیریست که دل آن دل دلتنگ شدن ها، بی دغدغه تن داده به این سنگ شدن ها. آهی نفس از نفس افتاده کجا رفت، در نای نی افتادن و آهنگ شدن ها. زین رفتن کاهل چه تمنای فتوحی، تیمور نخواهی شد از این لنگ شدن ها. این بیت آخری مورد نظرم بود. برای تیمور بودن شجاعت و دانایی های فراوانی لازمه. اگرچه تیمور لنگ بود، هر کی لنگ بود که تیمور نمیشه.